امیدوارم هر جای این کره خاکی که هستین حالتون عالی باشه. من زهرا هستم و این اولین ویدیو چنل یوتیوب من زهرا هستم، 28 سالمه و همراه خانوادم توی کشور آلمان شهر هامبورگ زندگی میکنیم. و اینکه چرا من تصمیم گرفتم بیام یوتیوب چنل درست بکنم، محتوا تولید بکنم یا با شما حرف بزنم و یه سری خاطراتمو باهاتون به اشتراک بذارم، برمیگرده به موقعی که من ایران بودم، یعنی چند سال پیش. و موقعی که من ایران بودم توی شرکت استارتاپ کار میکردم به اسم شرکت ذهن خلاق که در زمینه پرورش هنر و خلاقیت بچه هاست و خب الان به صورت آنلاین دارن کارشون رو جلو میبرن. و موقعی بود که رئیس من به من گفتن که خب تو که میتونی جلوی دوربین بری، یعنی اون روحیه رو داری، میتونی صحبت بکنی جلوی دوربین و چرا سمت تولید محتوا نمیری، چرا سمت یوتیوب و ایجاد کانال یوتیوب و اینا نمیری. و خب اینجا یه جرقه بود برای من، ولی خب من خیلی احتیاط کردم توی برخورد با این موضوع و خب این ایده رو به صورت محتاطانه توی ذهنم نگه داشتم تا الان که چند سالی میشه که به آلمان مهاجرت کردم. و خب توی شرایط فعلی من وقتی به اون ثبات رسیدم که خب نیازه که من یه سری تجربه ها رو، یه سری اتفاقا رو، یه سری خاطره ها رو با یه سری آدمای در میون بذارم که شاید دوست داشته باشن ببینن، بیشتر آشنا بشن، شاید بتونم یه سری آگاهی ها رو بهتون بدم. خب خیلی ایده خوبیه، خیلی شروع متفاوتیه، هم برای من چون وارد دنیای جدید میشم، هم میتونم دوستای جدیدی پیدا بکنم و خب ایده خوبیه چون میتونیم خیلی چیزای مختلف از همدیگه یاد بگیریم و خیلی خاطره های قشنگ رو در کنار همدیگه بسازیم و خیلی تجربه های متفاوتی در کنار همدیگه به دست بیاریم. پس توی این مسیر خیلی خوشحال میشم از اینکه من همراهی بکنین، ایده های متفاوت و جذابتون رو با من به اشتراک بذارین و ممنون میشم که این چنل یوتیوب رو به دوستاتون معرفی بکنین. مراقب خودتون باشین، خیلی دوستتون دارم و به امید دیدار شما توی ویدیو مهیج بعدی کانال من.